کانال انگیزشی کارنیل. کتاب نمیگذارم کسی دگمه های اعصابم را فشار دهد. فصل 2. باورهای احمقانه‌ای که با داشتن آنها به دیگران اجازه می‌دهیم دگمه های ما را فشار دهند. باز هم به بیهای خودمان برمیگردیم. در هر موقعیتی در نقطه بی می توانیم به 4 روش اصلی فکر کنیم. باز هم این خبر هم خوب است هم بد. خبر خوب این است که فقط 4 روش وجود دارد و تشخیص و به خاطر سپردن همه آنها آسان است. خبر بد این است که 3 روش از این 4 روش بسیار بد و نامناسبند. منظور ما این است که اگر با هر کدام از این 3 روش فکر کنید، احتمالاً واکنش تند نشان خواهید داد. در حد توانتان به گونه مؤثر با موقعیت‌ها برخورد نخواهید کرد و به شخص یا چیزی اجازه خواهید داد دگمه‌هایتان را فشار دهد. شانس به نفع ما نیست. ما انسانیم و بنابراین نمی‌توانیم مثل یک ماشین عمل کنیم و همیشه با کارآمدترین روش فکر کنیم. با وجود این، هدف ما این است که در انتخاب نحوه تفکر، احساس و رفتارمان در رابطه با افرادی معین و در موقعیت‌های خاصی که قبلاً دگمه‌هایمان را فشار داده اند، بهتر عمل کنیم. این کار مستلزم برداشتن 2 گام است. نخست، درک این که چطور خودتان را ناراحت می کنید و دوم، پی بردن به این که چطور می توانید واکنش‌های تندتان را تغییر دهید. در میان 3 نوع تفکر احمقانه اصلی در نقطه ب، 2 نوع اول تفکر فاجعه آمیز نامیده می شود. معنای این اصطلاح ساختگی به طور ساده این است که از تمام انواع مسائل فاجعه می سازیم و آنها را به مسئله بزرگتر تبدیل می کنیم. بسیاری از افکار فاجعه آمیز در این قالب جا می گیرند. اگر چی؟ برای مثال فرض کنیم در بیرون دفتر منتظر شروع مصاحبه شغلی مهمی هستید. بعضی از این نوع افکار که وقتی وارد دفتر می شوید می توانند شما را به شخصی ناتوان و مضطرب تبدیل کنند. کدامند؟ اگر از من سوالی بپرسید که نتونم جواب بدهم چی؟ اگر واجد شرایط نباشم چی؟ اگر زیادی تحصیل کرده باشم چی؟ اگر از من خوششان نیاید چی؟ اگه جوابهایی را که میپسندند ندهم چی؟ اگه این شغل را به دست نیاورم چی؟ اگه این شغل را به دست بیاورم چی؟ و جز آن. این سوالها قویاً حاکی از آنند که اگر هر کدام از این اتفاقها روی دهد، فقط نگران کننده نخواهد بود، بلکه مصیبتی واقعی و به نوعی عصر وحشت خواهد بود. وقتی وارد مصاحبه شوید، با این نوع تفکر به زودی از شدت تنش و اضطراب به کلی ناتوان خواهید شد. نوجوانان در تفکر فاجعه آمیز عالی عمل می‌کنند. اگر معشوقم به من علاقه نداشته باشه چی؟ اگه در امتحان قبول نشم چی؟ اگه نتونم وارد تیم بشم چی؟ اگه مورد علاقه دیگران نباشم چی؟ اگه دوست دارم بفهمن که چی؟ اگه از نظر آنها آدم ملال‌آوری باشم چی؟ اگه زشت یا خنده‌دار به نظر بیایم چی؟ و آنها بسیاری از این افکار را از ما بزرگترها یاد می‌گیرند. ما فقط در نمایش دادن آنها کارکشته‌تر و موذی‌تر عمل می‌کنیم. بزرگسالان نیز در زندگی شخصی و عشقیشان فاجعه سازی می‌کنند. فرض کنیم با همسر یا معشوقتان و یا هر دو مشکل جدی دارید. ممکن است با خودتان فکر کنید اگه دیگه به من علاقه نداشته باشه چی؟ اگه براش جذاب نباشم چی؟ اگه با یکی دیگه رابطه داشته باشه چی؟ اگه بقیه عمرمو تنها بیکس بمونم چی؟
اگه این رابطه رو حفظ کنم و بدبخت باشم چی؟ اگه آنطور که خودش گفته عوض نشه چی؟ اگه عمه خسته شده باشه چی؟ اگه براش خیلی پیر یا کم سن باشم چی؟ اگه اوضاع اصلا بهتر نشه چی؟ اگه همیشه در حال جنگ و دعوا باشیم چی؟ اگه کار همیشه بر خودمان مقدم باشه چی؟ اینها فقط چند مورد از اگرچی‌های بیشماری است که می‌توانیم در برخی موقعیت‌ها از خودمان بپرسیم و همه آنها می‌توانند بی‌نهایت نگران کننده باشند. اما قبل از اینکه نحوه تغییر دادن و مسلط شدن بر تفکر فاجعه‌آمیز را یاد بگیرید، بهتر است ابتدا بدانید که این نوع تفکر چه چیزی هست و چه چیزی نیست. هر فکر اگرچی لزوما فاجعه آمیز نیست. برای مثال ممکن است در موقع انتظار برای شروع مصاحبه شغلی با خودتون فکر کنید اگر من بپرسم فکر میکنی چه توانمندی هایی داری چی؟ میتونید با فهرست کردن این توانمندی ها در ذهنتان جوابی معقول به این سوال ها بدهید. یا نوجوانی ممکن است فکر کند اگر نتونم وارد تیم بشم چی؟ و میتواند با این تصمیم به آن جواب دهد تمام تلاشم را میکنم و اگه وارد آن نشدم یا سخت‌تر تمرین میکنم و دفعه بعد باز هم امتحان میکنم یا برای شرکت در تیم یا فعالیتی دیگه تلاش میکنم. یا در موقع دیدار با شخصی جذاب که دوست دارید به اون قرار عاشقانه بگذارید ممکن است فکر کنید اگه هیچ چیز مشترکی نداشته باشیم چی؟ و می توانید به این صورت جواب دهید که تفاوت‌های من ممکن است کاملا جالب باشد یا امکان دارد رابطه من با او واقعا موفقیت آمیز نباشد، اما می توانم با این موضوع کنار بیایم. تمام این افکار در قالب اگرچی بیان می شوند، اما هیچ کدام از آنها تفکر فاجعه آمیز نیستند. چیزی که تفکر اگرچی را تفکری فاجعه آمیز می‌سازد سوال نیست، بلکه جواب است. اگر این شغل را به دست نیاورم چی؟ وحشتناک خواهد بود. اگه به تیم راه پیدا نکنم چی؟ نمیتوانم تحملش کنم. اگه به من علاقه من نباشه چی؟ خیلی ناراحت میشم، میمیرم. چیزی که اگرچی ها رو فاجعه آمیز می سازد جوابهای آنهاست. به همین دلیل است که ما به این نوع تفکر وحشتناک پنداری می گوییم. وقتی جواب شما به فکر اگرچی وحشتناک خواهد بود یا هر جوابی از این قبیل باشد احتمالاً وحشتناک پنداری می کنید. ما ترجیح می دهیم به جای اصطلاح فاجعه پنداری از اصطلاح وحشتناک پنداری استفاده کنیم، زیرا تصویر این نوع واکنش افراطی رو واضح‌تر و روشن‌تر در ذهن مجسم می‌کند. ساختار اگرچی تنها شکل تفکر وحشتناک پنداری نیست،